حال در افغانستان ما شما یکی از مشکلات بزرگ چی است؟ هر شخصیت سیاسی و اجتماعی و اسلامی را مردم خوب میشناسن. هر شخصیت نامایشان من نمیگیرم، لکن وقتی که درباره یک شخصیت بگویی کلگی بسیار مردم را میشناسه. برش بگو که 100 درباره از گپ بزن گپ میزنم، اما برش بگو که 10 دقیقه درباره او توحید گپ بزن 10 دقیقه گپ زدن نمیتونن. چرا؟ از عقیده دور است. همین مشکل مردم ما و شماست. از این خاطر چطور میتونی او کسی که قلبش وابسته به یک مخلوق است او را قلب از او را به خالق وابسته بسازی؟ خلاص راه خودت تعیین کرده. از این خاطر انسان پرست یافت میشه در افغانستان، قبر پرست یافت میشه، پیر پرست یافت میشه، ملا پرست یافت میشه، مولوی پرست یافت میشه، رهبر پرست یافت میشه. خدا را پیش روش جو بزنی کار نمیشه، اما رهبرش اگه دو بزنی قطع سنگ در دانت میزنه. میگه تو چطور این رهبر مرا حداقل یک کلمه زشت در مقابلش استعمال کردی؟ از این خاطر اگر فکرتان باشه حالا آهسته آهسته بت پرستی، رهبر پرستی شروع شده. مجسمه های رهبرا را میبینین که آهسته آهسته جور شده میره. پدرش جور میکنه، بچهش بازو رنگ مالی میکنه، نواسش بازو را برش قربانی میکنه و کواسش سجده میکنه. اونم مثل زمان نوح علیه السلام بود.